فرمول رهایی از فقر چیه؟ نه شانس، نه یک شب پولدار شدن و نه فقط بیشتر کار کردن. اول باید جلوی سقوط بیشتر رو بگیری، یعنی بدهی سنگین نسازی و هزینه‌های ضروریت رو بشناسی. بعد باید درآمدت رو بالا ببری، نه فقط با اضافه کاری، با ساختن یک مهارت که بازار حاضر باشه بابتش پول بده. مرحله بعد اینه که به یک حقوق وابسته نمونی. همون مهارت رو به چند مشتری، پروژه یا مسیر درآمدی وصل کن و در آخر هرچی درآوردی رو کامل خرج نکن. بخشی ازش باید تبدیل بشه به پول اضطراری، ابزار کار یا چیزی که دوباره برات درآمد بسازه. رهایی از فقر با یک تصمیم بزرگ اتفاق نمیافته. با ده‌ها تصمیم کوچیک و تکراری ساخته میشه. اول بقا، بعد مهارت، بعد درآمد بیشتر و بعد ساختن دارایی.